صدای انجیل تقدیم می کند. درود بر شنوندگان ارجمند. این صدای انجیل است، تنها صدای راستی و حقیقت که از ازل بوده و تا ابد خواهد بود. برنامه‌های ما همه روزه و در همین ساعت از رادیو روی امواج کوتاه پخش می شود. شما می توانید از طریق شبکه‌های اجتماعی فیسبوک، گوگل پلاس و یوتیوب با تایپ فارسی رادیو صدای انجیل با ما در تماس باشید. آدرس ایمیل ما از این قرار است: radioenjil@gmail.com. تکرار می کنم، آدرس ایمیل ما radioenjil@gmail.com و تلفن تماس ما 201 616 920 1791. تکرار می کنم، 201 616 920 1791. از شما دعوت می کنیم که به برنامه این ساعت صدای انجیل توجه فرمایید. بارالها با روح ندامت و خضوع و با فروتنی تمام به درگاه مقدس و پرجلال و شکوه تو آمده و تو را که خدای مقدس و یکتا هستی می پرستیم و ستایشت می کنیم و از اینکه این افتخار را به بندگان خاطی و مغرور داده ای تا به درگاهت بیاییم و با تو سخن گوییم و از تو یاد بگیریم شکرت می کنیم. خداوندا، می دانیم که قدم اول در راه شناخت تو و پی بردن به حکمت و معرفت تو فروتنی ماست، زیرا تا فروتن نشویم و خود را در نیاز نبینیم، تا فروتن نشویم و خود را هیچ نپنداریم و تا فروتن شویم و خود را تسلیم نکنیم، تو ما را در ملکوت خود را نخواهی داد و ما را برای مقاصد خیش به کار نخواهی برد. زیرا خود فرموده ای خوشا به حال فروتنان، زیرا ملکوت آسمان از آن ایشان است. پس استدعا می کنیم که ای خداوند، بگذار در این ساعت به تو نگاه کنیم و توسط نور و بینش و قدرت تو را تفحص و جستجو کنیم، زیرا فروتنی واقعی فقط با شناخت تو و پی بردن به عظمت تو و مقایسه کردن خودمون با تو به دست می آید. پس ما را در درک کلامت که تو را به ما می شناساند یاری بده. این دعا را به نام نامی عیسی مسیح زنده، کلمه حق و یگان امید و نجات دهنده بشریت می طلبیم. آمین. زندگی و تعلیمات عیسی مسیح، اقتباس از انجیل مقدس به قلم حضرت لوقا، برنامه از صدای انجیل. عاشقان عدالت و راهیان حق، شادی و برکت و فیض خداوند یکتا بر شما باد. امیدوارم که در هر کجا که هستید و صدای ما را میشنوید به سلامت بوده و با خداوند باشید. در برنامه این ساعت توجه خود را معطوف به فصل 12 از انجیل مقدس به قلم حضرت لوقا مبذول می‌داریم و از آیه اول دنباله زندگی و تعلیمات عیسی مسیح را که خدا او را به عنوان نجات دهنده و حامی و نمونه زندگی کامل برگزیده مطالعه می‌کنیم. من برادر شما و غلام نالایق عیسی مسیح کشیش سید رضا مسعودی، خدا را به خاطر فیضی که بخشیده تا با شما باشم و مجری این برنامه باشم، نام مقدسش را می‌ستایم و در برابر بزرگیش صورت خیش را به خاک می‌افکنم. باشد که با هدایت روح القدس آنچه میگویم از او باشد و باعث برکت همه شما عزیزان بشه و نوری باشه که بر تاریکی‌های زندگی غلبه نماید و همه ما در نور خدا سالک شویم. گوش کنید به تعلیمات عیسی مسیح که در فصل 12 از انجیل مقدس لوقا برای ما بیان گردیده است. عیسی مسیح در این فصل می‌خواهد به ما تعلیم بدهد که از ملایان دینی و کسانی که تظاهر به دینداری می‌کنند برحذر بوده و اخطار می‌دهد که هر شخصی که تظاهر به دینداری می‌کنه، فرقی نمی‌کنه حالا هر کی می‌خواد باشه،
حالا مذهبی ترین شخص باشه و یا صاحب مقام بالا باشه و یا شخص ساده‌ای باشه، خداوند همه را به خاطر تظاهر دو چندان تنبیه و عذاب خواهد داد. در فصل 11 بارها کلمه وای بر شما ای فریسیان که ملایان دینی بودند عیسی مسیح به کار میبره و آنها اخطار میدهد تا آنها از تظاهر و ریا دست بردارند. هدف کلی عیسی مسیح از بیانات و فرمایشات خویش در اینجا اینه که طریق درست خداشناسی و خداپرستی را به ما نشان بدهد. او از ما دعوت می‌کند که اگر می‌خواهید خدا را واقعاً صادقانه پرستش و عبادت کنید، باید از خلوص نیت و از صمیم قلب و از روی عشق باطنی و فروتنی کامل این کار را بکنید و نه از روی ظاهر و به خاطر مردم و یا به خاطر مقاصد دیگر. به آیات کلام خدا توجه فرمایید. این است گفتار خداوند برای ما. میگوید و در آن میان وقتی که هزاران از خلق جمع شدند به نوعی که یکدیگر را پایمال می‌کردند، عیسی مسیح به شاگردان خود به سخن گفتن شروع کرد که اول آنکه از خمیرمایه فریسیان که ریاکاری است احتیاط کنید. از خمیرمایه فریسیان که ریاکاری است احتیاط کنید، زیرا چیزی نهفته نیست که آشکار نشود و نه مستوری که معلوم نگردد. بنابراین آنچه در تاریکی گفته اید در روشنایی شنیده خواهد شد و آنچه در خلوت در گوش گفته اید بر پشت بامها ندا شود. در این 3 آیه ایامی را می‌بینیم که عیسی مسیح در اوج بشارت و خدمت بود. هزاران نفر از شهرهای مختلف دور او جمع شده بودند تا اولا پیام او را بشنوند و در ثانی صاحب معجزاتش باشند، یعنی می‌خواستند از مسیح شفا پیدا کنند و یا ببینند که چگونه دیگران با قدرت خدایی توسط عیسی مسیح شفا پیدا می‌کنند. عیسی مسیح رو به شاگردانش می‌کند. دقت کنید، عیسی مسیح به شاگردان خودش اینطور تعلیم میده که بیش از هر چیز دیگر از این فریسیان یا ملایان دینی یهود که بسیار خوش ظاهر ولی بد باطن هستند و وانمود میکنند که آدمای بسیار خوب و عادلی هستند برحذر باشند. دقت کنید، آنها که آدمای بسیار خوش ظاهر و وانمود میکنند که آدمای خوب و مذهبی و مؤمن و عادل هستند، مسیح میگوید از آنها برحذر باشید و اصطلاحی به کار میبرد تا آنان مقصودش را بهتر بفهمند. میگوید همونطوری که خمیر ترش وقتی که به خمیر میزنند در آن اثر میکند و همینطور خمیر رو تبخیر میکنه، همونطور هم ریاکاری این ملایان دینی انسانها را آلوده میکند. به عبارت دیگر در زندگی مردم اثر میگذاره و بدین وسیله آنها نیز ریاکار میشوند. مسیح میفرماید شما نمیتوانید سیرت خود را از مردم پنهان کنید. مطمئن باشید زمانی خواهد رسید که هر چی مخفی بوده آشکار خواهد شد. ریاکاری آنها یه روزی معلوم میشه. مقصود مسیح اینه که کمال همنشینی در شما اثر نکنه، مخصوصا از این ملایان دینی که تظاهر میکنن. دوستان عزیز، عیسی مسیح ریاکاری را گناهی بسیار خطرناک میدانه و امروز هم همونطور که میبینیم همینطور واقعا هم هست. یکی از بزرگترین بلایای انسانی همان ریاکاریه که دوستی ها، محبت و خانواده ها را به هم میزنه. شاید هیچ چیزی به اندازه ریاکاری و تظاهر سبب فساد در زندگی انسانها نمیشه. سبب فساد و دوری شخص از خدا نمیشه. ریاکاری و تظاهر از نظر خدا مردود است، به هر نوعی و هر شکلی که باشه. در آیه 2 میبینیم که عیسی مسیح به شاگردان خود یا به ما مسیحیان تعلیم میده که خود را آلوده این گناه ننمایند و با کسانی که اینطور زندگی میکنن معاشرت نداشته باشند. خطرناکترین نوع ریاکاری برای ما مسیحیان تقیه است. تقیه یعنی خودداری از اظهار عقیده و مذهب و یا تظاهر برخلاف آنچه که در باطن و نیت شخص است. تقیه یعنی خودداری از اظهار عقیده و مذهب و یا تظاهر برخلاف آنچه که در باطن و نیت شخص است. این یکی از بزرگترین نوع گناه و ریاکاری برای ما مسیحیان می باشد. مسیح ما را از این امر برحذر داشته و اعلام کرده که حتی برای حفظ جان هم نبایستی همرنگ جماعت بشیم. پنهان ساختن چیزی که باید به مردم آشکارا بگوییم، یعنی ایمان حقیقی و آنچه که در قلب و فکر خود جا داده ایم، گناه محسوب میشه. من شخصی رو میشناسم که در خانواده مسیحی بزرگ شده. خودش عضو کلیسا بود،
اما وقتی فشار و جفا بر مسیحیان در کشورمون زیاد شد و همه می‌بایست کوپن بگیرن، این شخص برای اینکه گرفتار مشکلات و جفاها نشون و نگن چطور تو مسیحی هستی، خود را هم مسلک بقیه جماعت معرفی کرد. به عبارت دیگر هم رنگ جماعت شد. خیال کرد که کسی نخواهد فهمید که او مثلا مسیحی شده. عیسی مسیح میگوید این نوع تظاهر و ریا برای ما مسیحیان بسیار بسیار خطرناکه، زیرا سبب از دست دادن نجاتمون میشه. چون هر کسی که عیسی مسیح رو منکر بشه، عیسی مسیح هم در روز قیامت در حضور خدا او را منکر خواهد شد. و در واقع باید بگیم که در آیه 5 یادآور میشه که نبایستی ایمان خود را از ترس جفا و مردم منکر شویم. نبایستی ایمان خود را از ترس جفا و یا مردم منکر شویم. به عبارت دیگر دروغ مصلحت آمیز از نظر عیسی مسیح تقیه محسوب می شود و این نوع ریاکاری بزرگترین گناه برای ما می باشد. حالا گوش کنید که چه می گوید. می فرماید لیکن ای دوستان، من به شما می گویم از قاتلان جسم که قدرت ندارند بیشتر از این بکنن ترسان مباشید، بلکه به شما نشان میدم که از که باید ترسید. از او بترسید که بعد از کشتن قدرت دارد که به جهنم بیفکند. بلی به شما میگویم از او بترسید. مطابق این آیه و آیات دیگر، تنها کسی که ما مسیحیان باید از او بترسیم نه شیطان است، نه دشمن جسم ما، نه پادشاهان و رؤسا و نه کسانی که با زور و جبر ما را جفا میرسانند و با قدرت و نفوذ خود حکومتها را تحت کنترل خود دارند، بلکه فقط و فقط باید از خدا ترسید. فقط و فقط باید از خدا ترسید و این ترس به معنی اطاعت و تجلیل از خدا می باشد. وقتی می گوییم که از خدا بترس، معنی اینه که اطاعت و تجلیل کامل خدا را به جا بیاور. چرا؟ چون این خداست که آینده همه ما را در اختیار دارد. دوستان، انسان یا دشمنان تنها کاری که میکنن اینه که میتونن ما را بکشن و یا جسم ما را نابود کنن. من و شما چه چیزی میتوانن به غیر از این به ضرر ما بکنن؟ حد اکثر کاری که میتونن بکنن اینه که ما را بکشن. ولی ملحق ترین چیزی که بشر و شیطان میتوانن بکنن اینه که قاتل جسم باشن. منتها فرق داره با خداوند. خدا قادر نه فقط جسم ما را نابود کنه، بلکه ابدیت ما را هم در نابودی و ظلمت و آتش جهنم قرار بدهد. پس دوستان عزیز، چرا به خاطر مردم و یا به خاطر ظلم و ستم و یا به خاطر ترس یا هر دلیل دیگری که ترس میاره ایمان خود رو منکر بشیم؟ مسیح میگوید از آنهایی که فقط به شما جفا میرسونن، از آنهایی که شما را فحش میدن، تهمت بهتون میزنن، حتی جسم شما را میکشن، نترسید. آنها بر روح شما تسلط ندارند. از خدا بترسید، یعنی مطیع خدا باشید، او را ستایش کنید که قدرت و ابدیت در دست او می باشد. آیه 6 الی 13 را که دنباله همین موضوع است براتون قرائت میکنم. میفرماید آیا 5 گنجشک به 2 فلس فروخته نمی شود؟ و حال آنکه یکی از آنها نزد خدا فراموش نمی شود، بلکه موهای سر شما نیز شمرده شده است. پس بیم مکنید، زیرا که از چند گنجشک بهتر هستید. لیکن به شما میگویم هر که نزد مردم به من اقرار کند، پسر انسان نیز پیش فرشتگان خدا او را اقرار خواهد کرد. اما هر که مرا پیش مردم انکار کند، نزد فرشتگان خدا انکار کرده خواهد شد. و هر سخنی برخلاف پسر انسان گوید آمرزیده شود، اما هر که به روح القدس کفر گوید آمرزیده نخواهد شد. و چون شما را در کنایس و به نزد حکام و دیوانان بزنند، اندیشه مکنید که چگونه و به چه نوع حجت آورید یا چه گویید، زیرا که در همان ساعت روح القدس شما را خواهد آموخت که چه باید گفت. معنی آیات 6 و 7 اینه که خداوند خدای مهربان است. خدایی است که فرد مخلوق خود را دوست داره و به نام میشناسه. عیسی مسیح توجه ما را به گنجشکان، یعنی این پرندگان بیارزش جلب میکنه. میفرماید که خدا حتی این پرنده بیارزش را از نظر دور نینداخته و فراموش نکرده. پس اگر خدا به پرنده بیارزشی مثل گنجشک توجه دارد، چقدر بیشتر ما که به او تعلق داریم و سیرت و صفات او از روح او بهره‌مند هستیم ما را محبت میکند.
دوستان، وقتی این حقیقت را واقعا می‌دانیم، پس چرا باید از مردم بترسیم؟ آنها بدون اجازه خدا نمی‌توانند مویی را از سر ما بکنند، زیرا خدا ما را می‌شناسد و ما را حفظ خواهد کرد. مقصود آیه 8 و 9 رفتار و انتظار یا عکس العملی است که ما باید در قبال انکار ایمان یا وفاداری در آن از عیسی مسیح داشته باشیم. اگر امروز کسی از این که مسیحی است خجالت می‌کشد، خجالت او در روز داوری وقتی که مسیح به همه عالم اعلام می‌دارد که او را نمی‌شناسد 1000 مرتبه بیشتر خواهد بود. و ما منظور عیسی مسیح از آیه 10 که می‌فرماید هر که برخلاف پسر انسان سخن گوید آمرزیده خواهد شد، اینه که یعنی کسی که با عیسی مسیح مخالفت میکنه، همونطور که فریسیان کردن، ولی بعد توبه نموده به سوی مسیح برمیگرده، متوجه خطا شده، عیسی مسیح او را میبخشه، بخشیده میشه. زیرا عیسی دعا کرد که خدا حتی قاتلانش را ببخشه و همونطور که میدانیم خیلی ها توبه کردن، از جمله حضرت پولس رسول یکی از آنها بود. ولی میفرماید کفر به روح القدس هرگز بخشیده نمی شود. حالا این آیه ممکن است چند معنی داشته باشه. روح القدس از خداست و جدا از خدا نیست. و روح القدس عطیه الهی است که به پیروان عیسی مسیح نیز از ابتدا عطا شده. آیا مسیح میفرماید کفر به خدا هرگز بخشیده نمی شود؟ مشکل است این را بپذیریم، چون بشر خاطی و گناهکار خدا هنوز رو محبت میکنه. بشر درست خاطی و گناهکاره، ولی خدا محبتش رو از انسان گناهکار هنوز دور نکرده. در عوض هنوز از ما دعوت میکنه که توبه کنیم و به سویش برگردیم. اکثر مفسرین مقصود از کفر به روح را رد کردن بشارت و نجاتی است که خداوند به انسانها عطا کرده. میگویند در واقع رد کردن بشارت و نجاتی است که روح الهی به قلب شخص میرسانه. زیرا گناهی بزرگتر از این وجود نداره که روح خدا ما را قانع کنه که نجات اینه و بعد آن را رد کنیم. به زبان ساده تر، اگر روح الهی در وجدان شما، در عمق دلتون به شما ثابت کرد که تنها راه نجات راه عیسی مسیحه، ولی شما آن را رد کنید، مسلماً نجات نخواهید یافت. و به طور کامل روح الهی که در وجودتون قانع کرده شده باشه که شما حقیقت را یافتید در عیسی مسیح، ولی شما اون رو رد کنید، در واقع میگویید که خدایا اون چی که میگی شاید درسته ولی من نمیخوامش. و حتی چه بسا خدا را دروغگو بشماریم اگر کلام اون رو رد کنیم. چرا؟ چون مخالف کلامش خواهیم بود و کسی که مخالف کلام خدا باشه در واقع خدا را دروغگو میشمارد. در آیه 11 و 12 عیسی مسیح ایمانداران را تقویت می‌نماید که در ایام جفا و ظلم و ستم از دست خدا نشناسان نباید ناامید و ترسناک بشن. می‌فرماید شما را به محکمه‌ها برای شلاق زدن خواهند برد. زمامدارها یا مقامدارها شما را تنبیه خواهند کرد. اما شما نگران نباشید. لازم نیست که قبلا مدافع خود را حاضر کنید. روح پاک خدا حامی شماست. روح پاک خدا مدافع شماست. روح پاک خدا با شماست. هرگاه موقع گفتن باشه، روح خدا شما را هدایت خواهد کرد که چه چیزی بگویید. بنابراین اندیشناک و ترسان نباشید، بلکه فقط به خدا اطمینان داشته باشید و آنچه که روح شما را هدایت می کند انجام بدهید. پس از اینکه عیسی مسیح ما را تشویق میکنه که در ایمان استوار باشیم و جفا و مشکلات را تحمل کنیم، از آیه 13 الی 21 دوباره درباره طمع تعلیم مختصری رو بیان میکنه که توجهتون رو به آیات جلب میکنم. میفرماید و شخصی از آن جماعت به وی گفت ای استاد، برادر مرا بفرما تا ارث پدر را با من تقسیم کند. عیسی به وی گفت ای مرد، که مرا بر شما داور یا منقسم قرار داده است؟ پس به جماعت گفت زنهار از طمع بپرهیزید، زیرا اگرچه اموال کسی زیاد شود، حیات او از اموالش نیست. و مثلی برای ایشان آورده گفت شخصی دولتمند را از املاکش محصول وافر پیدا شد. پس با خود اندیشیده گفت چه کنم؟ زیرا جایی که محصول خود را انبار کنم ندارم. پس گفت چنین می کنم، انبارهای خود را خراب کرده انبارهای بزرگتری را بنا می کنم و در آن تمامی حاصل و اموال خود را جمع خواهم کرد. و به نفس خود خواهم گفت که ای جان، اموال فراوان اندوخته شده به جهت چندین سال داری، الحال بیارام و به سلامت باش.
به اکل و شرب و شادی بپرداز. خدا وی را گفت ای احمق، در همین شب جان تو را از تو خواهم گرفت. آنگاه آنچه اندوخته‌ای از آن که خواهد بود؟ همچنین است عاقبت هر کسی که برای خود ذخیره می کند و برای خدا دولتمند نمی باشد. دوستان عزیز، در اینجا عیسی مسیح مثلی را بیان میکنه که ما را متوجه یک حقیقت مهم می نماید که زندگی ما در دست خداست و ما بایستی برای خدا دولتمند باشیم، نه اینکه برای عاقبت خودمون در این دنیا ذخیره کنیم. در حینی که عیسی مسیح به جمعیت بزرگی تعلیم میداد، شخصی که مال پرست بود و فکرش روی ثروت دنیوی بود و توجهی به تعلیمات آسمانی عیسی مسیح نداشت، از میان جمعیت با خشونت و با بی‌ادبی نطق عیسی مسیح را قطع میکنه تا درخواست جسمانی و خودخواهانه خود را بنماید. اما عیسی از مداخله در این موضوع استنکاف می‌نماید. چرا؟ چون ملکوت او از این دنیا نیست و او برای رفع دعاوی نیامده، در عوض آمده تا حرص و طمع را از قلب مردم خارج نماید و محبت را، گذشت را، فروتنی را در قلب‌ها بکارد. مسیح قوانین جدیدی برای تقسیم ارث و اموال نیاورد، بلکه تخم محبت را در کشتزار دل مردم کاشته تا در هر امری با عدالت و مروت رفتار نمایند. تا در هر امری ما با عدالت و مروت رفتار کنیم. زیرا اگر مردم ظالم و بی‌انصاف باشند، قوانین هر چقدر هم خوب باشه چندان فایده‌ای نداره. اما وقتی مردم روح محبت، فروتنی و گذشت و حقیقت را در دل دارند، می توانند خودشون قانونگذار خود باشند. پس مسیح توجه مردم را به قلبش معطوف کرده و به آن مرد میگوید که به قلبت نگاه کن، از هر نوع طمع بپرهیز. دوستان عزیز، این خطاب هم به آن مرد و هم به جماعت. چرا؟ چون عیسی مسیح می‌خواهد آنها را نیز متوجه این حقیقت کند که نجات بشر، حیات و آخرت آدمی ربطی به دارایی و ثروت آدمی نداره. نه حیات جسمانی و نه حیات ابدی منوط بر اموال زیاد میباشه. برعکس غالباً اتفاق میافتد که فقرا هم جسماً سالمترن و هم دیندارتر از متملین میباشند. پس چرا کسی طالب و مشتاق چیزی است که حیات معنوی را برای او به بار نمی آورد و برعکس ممکن است او را از ابدیت و خدا تا ابد دور کنه؟ آن وقت عیسی مسیح با بیان این مثلی که در اینجا براتون خوندم میخواد به همه ما بگوید که هرچی داریم از خدا داریم. میفرماید شخص دولتمندی بود که صاحب محصول فراوانی شد. این شخص دولتمند به هیچ طریق غیر صحیح و غیر منصفانه دارایی خود را به دست نیاورده بود، زیرا تمام داراییش توسط خدا عطا شده بود. خدا محصول او را برکت داده بود، ولی طمع او از این معلوم گشت که حاضر نبود از مایملک خود خرج کنه و به فقرا بدهد و حماقت او زمانی آشکار شد که تصور نمود که غیر از اموالش دیگه به چیزی ندارد. چرا؟ چون به جان خودش میگه که الان خوش باش و بنوش و بخور و کیف کن که زندگی به حد کافی در خوشیه و همه چیزو داریم. حالا این شخص میخواست تا آخر عمرش استراحت کنه. برای سالها مال جمع کرده بود تا به قول خودش منت کسی رو نکشه، مخصوصا در ایام پیری. ولی خدا به وی میگوید که تصمیمات او به کلی بیهوده بوده. کوشش‌های او هم بیهوده بوده. چرا؟ چون در همون شب باید جان بدهد. میگوید در همون شب جان را باید بدهی. آن وقت تمام زحمات او همش به هدر میره. در آیه 21 عیسی مسیح به ما امر میکنه، پند میدهد که به جای اینکه در پی ثروت و مال این دنیا باشیم، بهتر است در پی ثروت آسمانی باشیم یا نزد خدا دولتمند شویم. به عبارت دیگر طمعکار مباش. کسی که طمع داره دوستان در پی مال این دنیاست، در پی اینه که فقط جمع کنه، ذخیره کنه. مسیح میگوید طمع نداشته باشید. در عوض گنج آسمانی رو برای خودت نگاه دار. گنج آسمانی تنها ثروتی است که در موقع رسیدن مرگ به درد آدمی میخوره. و خوشا به حال کسی که در مدت حیات خود ذخیره وافری از چیزهای روحانی نزد خدا میگذارد تا در حقیقت در عالم روح ثروتمند باشد. حالا مقصود مسیح از ثروت آسمانی چیه؟ حضرت پولس در رساله‌اش به تیموتائوس آن را برای ما به زبانی بسیار شیوایی بیان کرده است. میگوید دولتمندان این جهان را امر فرما که بلند پروازی نکنند. دقت کنید، که بلند پروازی نکنند و به دولت ناپایدار خود امید ندارند، بلکه
به خدای زنده. به خدای زنده امید دارن که همه چیز را دولتمندانه برای تمتع به ما عطا می کند. دوستان عزیز دقت کنید اینجا چی میگوید؟ میگوید پس نیکوکار بوده در اعمال صالح دولتمند و بخشنده و گشاده دست باشند و برای خود اساس نیکو به جهت عالم آینده بنا کنند تا حیات جاودانی را به دست بیاورند. بنابراین دوستان عزیز، اگر شما میخواهید گنج آسمانی داشته باشید، میخواهید در حضور خدا ثروتمند باشید، این کارها را باید بکنید. پس نیکوکار بوده در اعمال صالح دولتمند باشید و بخشنده باشید و گشاده دل باشید و برای خود اساس نیکو به جهت عالم آینده بنا کنید تا حیات جاودانی را به دست بیاورید. و برای اینکه ما نیکوکار باشیم، برای اینکه صالح باشیم، برای اینکه بخشنده باشیم، باید ابتدا ایمان به خدا داشته باشیم و از منجی خودمون پیروی کنیم. منجی که جانش را در راه ما فدا کرد. منجی که هیچ کسی نتوانست کوچکترین خطایی در او پیدا کند. منجی که بخشنده بود. منجی که برای چیزهای نیکو به این جهان آمد. منجی که تخم محبت در قلب‌های انسان‌ها کاشته است. تا در مسیح قرار نگیریم و از او پیروی نکنیم، دوستان عزیز، ما نمیتوانیم نیکوکار باشیم و در اعمال صالح و گشاده دست باشیم و در کارهای نیکو موفق باشیم. راستی دوست من، شما برای عالم بالا چه چیزی را ذخیره کرده اید؟ کتاب مقدس میگوید شخص را چه سود دارد که تمام ثروت خود را ببرد، تمام دنیا را ببره ولی نفس خود را ببازد. آیا شما نفس خود را باخته اید و یا میخواهید آن را به دست بیاورید؟ عیسی مسیح میتواند شما را یاری بدهد که زندگی جاوید داشته باشی و نفس خود را به دست بیاورید. خدا یکتا یار و یاورتان باد. آنچه شنیدید برنامه‌ای بود از رادیو صدای انجیل. خوشحال می‌شویم که با ما مکاتبه کنید و از نشریات و ادبیات ما استفاده نمایید و از طریق شبکه‌های اجتماعی فیسبوک، گوگل پلاس و یوتیوب با تایپ فارسی رادیو صدای انجیل همراه ما باشید. همچنین از طریق تلفن و ایمیل نیز می توانید با ما تماس بگیرید. آدرس ایمیل ما از این قرار است: radioenjil@gmail.com. تکرار می کنم، ایمیل ما radioenjil@gmail.com و تلفن ما 201 616 920 1791. تکرار می کنم، 201 616 920 1791. تا برنامه دیگر و روز دیگر، خدای یکتا و مسیح زنده با شما باشد. ماراناتا، یعنی خداوند به زودی برمیگردد. آمین.